Gana bihtar khubtar. Bu baroy ki mishsada baroy on ki bu badan da kor bata tamam yazoy badan da boyad oystoysta harakat kina bu har shava bu khela kor da hazm shava bu amo dar venda begusita Oran میگیم اگر هم ویتامین هم که باشه دمیش سوکول کردن نمیشه اما اگر به شرطی که آنتیبیوتیک هم که باشه داروی نبکنن میشه خدا رحمتش کنه ایشون اتوماتیکی خودش علاقه پرامش دوی میخوام نه که همین رفتی رسیدی و قصد نیت ای 15 روز کمه نماز قصد حتی ممکن در بین بعضی کروی بغلطه و مونی حالا میشه این هفته میرم هفته دیگه میرم چند ماه میگذرم اگر همین نیت همین 15 پر نباشه یکون بار هر بار هم یه هفته پس میرم اگر یه سالم که بیستی نماز تا قصد همین رسیدی و ای هم وقت نیت اعتبار بشه اما کنه در روز قصد خونده نیتش باید 15 از یوشی با پرا میخونم خونده یوش درست بله بعدی همون اگر ای 15 از یوشی میتونه که 6 روز دیگه میشه و 10 روز همین میشول این فرض کرده قصدش 10 روز اشتوده هم بود یک هفته نماز قصر خون که یکی گفتنش که نه جورا میشتی 15 روز دیگه میشتی غیر 7 روز همونجا اتوماتیک که نمازش پر میشه نه که بگن که 8 9 روز دیگه میشتی یا 10 روز دیگه میشتی قصر شده اون دادن میگیره اگر چند یه هفته علاقه همینجا با قصر میخواد از همون وقتی نیت اعتبار بوده تیمم چند روزی بعدا میای وضو میگیریم همه این نمازها را قضایی میخونیم این حتی در محبس اجازت ندادن که برای طهارت کنیم تیمم قطعی خونده اشتیم این یک هفته خوندیم بعدا امکان پیدا شده او پیدا شد همه این نمازها باید سر نم قضایی شده اکثر فقیر نمیشه بله اگر مانع طبیعی باشه یعنی مانع انسان نباشه در اون صورت همون خوندگی به اون تیمم 100% درسته 800 دیگه نمیگه بولوش و پسرش و بله مانع تیمم قطعی میتونه چنان بله تو همون چیزی که طهارت هم میشکنه همون تیمم هم میشکنه فقط با همین قوت پیدا کردن به آب همه حالت هم تیمم شوخی و هر خیلی ورسی رو نمیدونم حرام های همه رو باید اسقاط کنه دیگر رو از استفاده اسقاط حرام میتونه یعنی که همون مبلغ همه براره بود با نیت خیر احسان نه نیت خیر احسان کنه گناهگار میشه همون مبلغ همه براره بود بهترش که همون خیرات ها بودن نفهمن نیتش همون حرام از مالم دور کردن به همین نیت این همیشه یکون جو رحم میکنن او میگذرونن میگن همین حتی در مسجدم اکثر همین فتوا دادن که اگر به شرط حاجت خونه مسجد میکرده باشن طهارت خونه میکرده باشن همینجا البته نه که اگر نیتش خیر باشه گناهگار میشه بهتر اگه همین کارا پوشیده کنن نفهمن که کرده است چون نیتش همین اسقاطی حرام باید باشه این همین قرار داره چیزی حرام هیلو نمیشه یا کسی قرض تا بعد پولی رو بده برده تشبه سر برد گیرش در کلیسان در روز مسلمان میشه ایمان اون داشته است این کارش دلیل داره مسلمان میشه و من ملو رو میگیرم ملو میشه کلمه شهادت هم بگو میگم کلمه شهادت هم میگم با هم یک چوب میگیره این ملو با میزنه در کتفی راستش بل ایوان در کتفی چپش میزنه ستال قربان 3 بار همین پروسیدور رو میکنه میگه все теперь ты قربان ти مسلمانی الحمدلله میره ای بای چند مدت میگذره اوضاع میشه و این قشلوب چخیده یا خیلی قشلوب کورا کاری کرده نشه میگه این خونه سوخته قرمون بعضا هم گروز شکر بکنم یارم میخواه خوبی گروز ای کنم خوبی وحشی بعد یا شام دمیان ملو را میگن که حضرت نمیاد فقیری تو وقتی خونه سوخته خیلی مسلمان ای خوب میخوره با میخیلوه چند نفر میوین میپوینش ای تریزه که در همین بین خونه هم خوبی گروز همون دسته
همون چوبی که ملوک در دستش گرفته کرده بود که پروسیدورش همون را گرفته است اسم میزنه بالکبان اسم میزنه ستالبران به همین بران گفتن کبان بران میشه این حیله‌های شرعی همون فایده و منفعت نداره در معاملات اگر باشه معاملات دا حیله مقصد هست برای دور کردن مثلا نمی مشکلی ها همون مثل که ایوب علیه السلام قسم یاد کرده بود که 100 ضربه میزنم بعد مقصد که از جانب پروردگار همون امر شد که هم یک سنبله را ببند 100 دانه گندم مقصد بند یک بار ببند به همین سقید میشه این همین طریق حالتو دا میشه یا که در شریعت یک حکمی هست در شفعه میگن حقی همسویگی این هم یک همسویه بدبختی نوکس داری میگو جانم همین خلاص شوه که همون خونه را فروختشتی اگر همون همسویه را خبر نکنی که ای جولا من همین خونه را میفروشم خریدار باشی بیا بخر خلوت اگر فروختی همسویه حق داره که برای در پیش خوزی دعوا کنه در محکمه تجارتی کردگی را رسترگرد میکنه و خودش خونه را میگیره با هم مبلغ در صورتی که تا همون گرخته سیوخی نمیخواه همون کسافت بخرش با این حالتو در حیله های چکار میکنن این هم مثال 10 سوتیق زمین های خطی همون خرنده هم خیلی دگوار میکنه این هم یک سوتیقش مثلا 100,000 رو 9 سوتیق دیگه پدرکت کرده اما همسویه دعوگر که جنجال کرد پیش خوزی که بردارش من میگه که من هم یک سوتیق 100,000 فروختگیم اگر هم یک سوتیق هم خره اینم مرحمت بفروشم باشه ایش هدیه کردگیم این طریق حیله هایده این طریق حالتو دا میشنوه نه که در عبادات حیله یک اون فایده نداره در بیسره یک روسیویه بعد یک آدمایی که مالشو به حساب زکات میرسیده است برای که زکات نتمین اگر ماه آینده مثلا در ماه شعبان یا رمضان باید زکات بتکه این خونه سوخته میگیرید از هدیه میکرده است هم پوشده یک کس در اون خیشیشده با همین مثلا رمضان گذشته ماه شوال شید و اون مرده با اون پولا در این هدیه میکرده آخر روح درگاه خدای تعالی اون مال و نعمت هدار دستد کی را فرد میکنی با این حیلت همین موردی نظر ایتا کیه آقای زکات خدا فرض گردونده است پروردگار را فرد کرده میشه و نعوذ بالله خیلی مردمی بی عقل نمیده پشتی طریق حیله گشتن در کار بزده هیچ معنی را نمیشه دوره ها دوره میکنن دوره در همین بعضی کتابه اومده است حتی با این کتابایی که اینه اخیرا چوب شده یک کتابی هست به احسن المقصود فی توحید المعبود سید زوده همون هم آورده است انا فیدیه میگه اسقاط حق های اسقاط حق دوره میکنه دو خدا اگر باشد که همراه خویدنی نه انشاءالله از خدا امید است اینا مثلا یک شخصی چند روز نماز شد یا چند روز روزه شد خورد است خضایش نداشت این فرضی اگر به شرطی که واقعا همون فدیه ایسا و مسلات بتن اگر حقیقتا بتن امید است که خدای بزرگ قبولش کنه نه که اوقعی حیلوی ما میکنیم معنی ندارن 70 دور چرخ بزنونیم مرده که 70 دوره میکنیم هر یک دوره ایش 1 سال فدیه ایسا و مسلات شد در بر میگیره من میگینن هم کم بغل یکون 20 سومه 50 سومه تن بهتری نمیشه در صورت قبول های که اینا مثلا فدیه ایسا و مسلات 1 ساله گفتیم اگر در بوله هم طبق مبلغ یعنی فدیه ایسا و مسلات 1 ساله باشه تخمین 3.5 تن گندم های فدیه ایسا و مسلات 1 ساله این های پولی 3.5 تن گندم در بوله طبق باشه مثلا میگه که من همین اشیای به شما را به شما بخشیدم اون که قبول کرده در کیسه ایستد کشترش نگیری او تو بخشیدش کو مال اوشی او میتونه در کیسهش بذاره دیگه نشانت نده قولش میکنه مال این بچه 50 دور دیگهش مونده تو چکار میکنی با همین خدار همه از کنه دکتر محمدی علیه رحمه را همین گفت من خودم شنیدم در پیش رحمتی مطلوب پیشینم که گفت اقلا همون اخیران شایی کو اینا خلاص شید نام پلیس ایرانی تو گندم همون فقیر همون اینا 60 دور کردن خیلی همون شما بخشش کرد نه اینکه جو هم 50 سومش میتن
همین بوم کشان اکسرشون میزنن این فایده نداره و فدیه سلام سلود یا چیزا بفهمه که اون نماز وقتی که قصداً ترکش نمیکنی پس خدا میگه در امری سرش سر در سجده الهی نگذاشته است او دیگه چی فدیه میشه با اون اگر همین مول و متاع دنیا رو همه راکی بودی برای اون دیگه فدیه نمیشه مسلمان ممکن بعضی نمازها را فوت کرده است بعضیش فراموش شده است قصد نیتش همین بود که من قضاییش هم میخونم اسپید نکرد مرده که خوب اساساً برای همین ای دوره نه همین کارا که اصولا که یفتیم همین ترکه‌ای که فرض خدا فریضة من الله ترک میکنیم همین دوره را ترک نمیکنیم عبیزتی نباید همین دوره را میکنیم مقصد همون تقسیم میراث مرده فرضه حتما رو باید کرده شود در بسیاری موردها میبینی خدایی میکنن ولی ترکه همون میت همون کرده از برای خدا که از مالی او وقت میکنی مالی بشوهی درست نمیشه و خودنش هم حرامه این همین چیزی مهم جدیه این را سخت نمیگیرن بچه همین ترکه را دوره را کردین یا نکردین همین را به حد جدی سخت میکپید بسیاری جوان حضران در بابت این ترکه گفت میزنه هم قمیدن که تقسیمات شود خلبت بخشش میشه یا چی میشه میگه پیش تقسیمات میبخشیم درمان بخشیم که در پدرمان بخشیم مایلش ببخشن مثلا که تقسیم بر از بور نمیشه با کمش بی شک میشه با یک زمانی بود که مردم کم بغل بودن واقعا کم بغل بودن همین ای پدر یک کلبه بود یا هم یگون سر خنجینه یا خی چی داشتن همین مردم بیچاره‌ای چی نداشتن خیلی میگفتن همون دوداری خوردیم و همین حال فصل میشید میره ولی اقتصادی بازرگانی شده است مردم سوندار شدگیان دنیادار شدگیان هست آدمایی که چند سال شد که توها زیرا به افاقه نمومدن رزبور و جنجال بین اکا و درو توها زیرا نفیست فرزند فلانی عیب نیسته بگن تورانی بچه تیش علی فاحسنوا اسماءکم از همین خاطر ناماتون نامی نیک بگذاره نامی خوب بگذاره حضرت صلی الله علیه و سلم نامی اما اصحاب بزرگواره که در زمان جاهلیت نامگذاری شدند نامش موافقت نمیکرد یا مضمون ناخوش ناخوب داشت حضرت اصلاح میکرد یه بچه عبد شمس ها را عبدالرحمن نام کردگی عبدالحجر ها را عبدالله نام کردگی نامو را اصلاح میکرد اگر هم میدی که نام اندک ناخوب های حتی معنی ناخوش بتا حضرت اصلاحش میکرد حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله تعالی یکی از تابعین جلیل القدر بسیار دانشمند و عالم بود ولی وقتی سخن درباره تابعین یعنی شاگردای صحابه برای که از همه افضل و بزرگترش کی است در جواب یک رنگ یک شکل نمیگن عالما عوام نه عالما میگن افضل تابعین حضرت اویس قرنی است اویس قرنی برای پیغمبر وصفش کرده است ببینه اما اعلم تابعین دانشمندترین تابعین سعید ابن مسیب اعلم تابعین بود به نهایت مساوات بود همه حضرت قصه میکند حدیث در صحیح بخاری اومده گیه میگه بابام نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد و اسلام آورد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوالش کرد مسموک نام چیه گفت حزن حزنش نمی غم مصیبت خودمون حزن میگیم کو این همیه معنی گفت انت سهل نامی تو گفت سهل مسلمان باید نامش حزن نباشه مسلمان باید نامش غم نباشه مسلمان باید نامش ستم نباشه تدان خدا مسلمان باید نامش کمچی نباشه شوخی نباشه خب مسلمان بنده الله های خدای تعالی انسان از زیباترین مخلوق آفریده است نخو همین خیلی ناموی بیزی بدن در کودک بگذاری گفت نامی تو سهل میگه این بابام زعمی را گرفت گفت والله لا اغیر اسمن سمانه ابی قسم به الله گفت اون نامی را که پدری رحمتین گذاشته است دیگر نمیکنم همون نامش هم تا حسن مون حضرت سعید ابن مسیب بعدها
با یک علم درد میگفت که فما بالت الحزونة فینا بعد، ای همون زمان دیگه تو حوزی غم اندوه اویله ما را ترک نکرده است. همیشه در غمیم، همیشه یک مصیبت بالای سر اومده است. یعنی حضرت به همین بزرگواریش چه عذاب و مشقت‌های کشیده است. برای چی؟ برای که باباش زعمی را گرفته گفت من نامی که پدرم گذاشته است عوضش نمیکنم. وقتی دیده که نامی ناخوش و ناخوبه در همین مسجد تون بخیزه، اینه یا اینه محفل ده بخیز بگو که من بعد نامی من فرض کرده محمد، نامی من فلان، نامتون اصلاح کنید. اگر ما بودم در قوم آدمای زعمی یک رو هستن نامی کهنه خطی بگیرن، ملائکه ها لعنتش میگن که تو چرا این بنده نامش نامی خوب سنتی کرده است، تو به همون نامی پیشینش را نام میگیرید. در صحرای محشر هم انشالله به همین نامی خیر نامش میگیرن. امام مالک روایت میکنه در کتاب الموطأ، میگه یک مرد نزد حضرت عمر اومد، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، در همون زمانایی که حضرت خلیفه مسلمانان بود. با حضرت سوالش کرد نام چی ای؟ گفت جمره، جمره لخچه. نام پدر چی ای؟ نام پدرش هم تریه چی میگه؟ همه شعله آتش ایده. ای کجا میشه ای؟ همون مکانش با گلخن میشه در جمعش. و علاوی کلون گریون میکنی کو. و گفت یا هادا ادرک اهلک فقط احترقو. همه چه گفت برای هم بخونه و درد برست که همش سوختن مردن. ای نومی خودت لخچه، نومی پدرت آتش سوزنده، نومی موضعت گلخن. ابا شد برای دایران شو که سوختن پجر شد. میگه اومد که حقیقتا سوختار شد دست در اون موضع مکان شد. انسان باید به فال نیک نام بگذاره آقی، نام خوب و زیبا بگذاره. خدا را شکر میگیم که الحمدلله این بختیار جان ما که با خبر و آگاه هسته، فرزند نامی بسیار خوب گذاشته است، نامی زیبا گذاشته است. همین دخترکان نامشو همین گل باشه و چیزی همین طریق معنی زیبا داشته باشه، انشالله بسیار با مورد بسیار خوبه. دعا میکنیم در حقش که پروردگار بیاسمن دخترک صالحه و مستوره و حافظه قرآن و محبه خدا و پیغمبر به کمال برسد. پروردگار به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم، روح رسول الله صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ از صاحب معرکه و مهمانان شاد و مسرور بگرداند و فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب بسازد. خداوند پدر مرحوم بختیار جان رحمت مغفرت کنه و در بحبوحه جنت مستقر بگردونه. پروردگار برای بختیار جان یک فرزند نرینه دیگر هم در پهلوی بی سلام بده تا اینکه همیشه در محفل خیر و سنتی شرکت داشته باشه. خداوند برادرایی را که در این محفل شرکت دارند با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردن نصیب و روزیشان بگردان. پروردگار امید به رحمت شفقتی تو داریم، عاقبت امورمون به خیر انجام ده. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ایمانا و نورا و هدى و رحمه. پروردگار ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگ، ثواب این نعت نشیدایی را که قاریای محترم ما سرودند، ثواب امر به معروف و نهی از منکر که الحمدلله این محفل خیر خالی از آن نبود، ثواب این نان و طعام‌ها را که به خاطر شکرگزاری نعمت‌های علی دوام می‌کرد، به خاطر احیای سنت والای حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم صاحب خانه بختیار جان آماده کرده است. اولا به درگاه بی‌نیازت قبول فرمای، بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبرانت، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. خدای روح آن حضرت را از اهل این مجلس خیر مجموعاً از جمیع امتی با غیرت با همت سنت دوستدارش شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و فردا روز قیامت از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، از همنشینی و صحبت آن حضرت صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب ساز. بعدا برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه و از مهمانانش امید دعا دارند، خاصتا به روح مرحوم خورشید جان پدری صاحب خانه. خدای رحمت مغفرتش کن، پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرش گردان. از اعمال نیک فرزندان خداوند و در عالم برزخ همیشه روحش شاداب نگهدار.
پروردگار بیبی آسمان از جمیع بلا و گزنده حفظش کن، سالم تندرست پروردگار رو به کمال برسانش. خداوند بختیار جان غیرت همت بده که در تعلیم و تربیتش سعی تلاش به خرج بده. قسم به الله دخترای صالحه امروز در جامعه از جوانای صالح دیده بیشتر از زیادتر احتیاجمند هستیم. به دخترای صالحه خشو به حال مردی صالحی که سعی میکنه که دختر تعلیم تربیت اسلامی و خوب بده. ان شاء الله خداوند در خاندانش در امر جان کسب و کارش برکت می‌سازد. پروردگار غیرت بده بختیار که دختر صالحه و مستوره و محبه خدا و پیغمبر و حافظ قرآن تربیت کرده و به کمال برساند. پروردگار عاقبت امور به خیر انجام ده. همین نعمتایی را که برام دادی خدایا علیق میدونیم که فردا روز قیامت پرسیده میشوید. لا تسالون عن النعیم. البته پرسیده میشوید از نعمت ها. میگه خدا بزرگترین این نعمت های دنیا همین فرزند است. خشوع به حال مردی که وقتی خدای تعالی صاحب فرزندش کرد سعی میکنه که شکرگزاری نعمت خدا را به جا آورده. کودک از خوردی با خدا و پیغمبر آشنا کند، با خط قرآن آشنا کند، در نماز مستقیمش بدوره. انشالله از بدن این فرزند در دنیا را برکت میبینه، بعد وفات در عالم برزخ هم انشالله روح شاداب میگردد. پروردگار مسلمان زیستن و مسلمان مردن فردا روز قیامت در حلقه محبانت، در حلقه محبان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن برام نصیب روزی گردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.